الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز در این سوره مبارکه دلائل عقلیه بیان میشن. سه دلیل عقلی قبلا خواندیم، این هم دلیل عقلی چهارم هست. هو الذی، الله کتاب البلاغ آن ناز منزل رحمت است، اون ذاتی است که یسیرکم فی البر والبحر، شما را سیر می‌دهد در بر و بحر. دیگه چه آیه می‌خواهید برای وحدانیت خدا؟ خدا آن ذات عظیمی است که شما را در خشکی هم میبرد و در دریا هم میبرد، روی سواری میبرد، سیر می‌دهد. یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، این که شما سوار میشید در کشتی ها. و جرینا بهم، اینجا التفات مخاطب به طرف غیبت میگه. شما قرار میگیرید در کشتی، بعد این کشتی ها حرکت میکنن، جاری میشون با این انسان ها. بریهم طیبتین، با یک باد بسیار موافق و ملائم. طیبه یعنی بادی که هم ملائم ہے هم موافق مقصد کشتی ها به ذریعه باد میرفتن، چادر و اینها رو میزنن. و فرحوا بها، بسیار خوشحال بشن که ماشاءالله بعد هم ملائمه به طرف مقصد ما داریم. و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف، فوراً می آید برای این کشتی ها یک باد بسیار سخت. اون هم که باد وقتی توی دریا می آید، دریا اگر باد یک طرفه، بعد همونطور دریا موج میزند، کشتی ها روی موج هم راحت حرکت میکنه. لیکن باد شدید وقتی بیاید، خصوصا باد گردباد بشه، این کشتی ها اینطور گردش میکنه، کشتی ها به گردش در میاد. و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان، و می آید برای این انسان ها موج از هر طرف. وقتی گردباد بشه، اون بادهایی که توی زمین طور می گردنه، آخر دریا که دوراخ نداره، این آب همین طور می شد. و می آید برای اینها موج از هر جانب. و ظنوا، یقین می کنن این انسان ها، انهم احیط بهم، که این انسان ها احاطه کرده شدن با بلا. دیگه الان فکر میکنم که آخرین روز و آخرین لحظه ما هست. این انسان ها تیم باید خیلی مشکله. حالا این روزها موتور دارن، روز امکانات بیشتری دارن، لیکن روزها هیچ امکاناتی نداشتن. این لنگر در برابر این موجهای خطرناک هم کار نمی کنند، کشتی یک طرف هم حرکت نمی کنند. در این انسان آیتین میکنن که انهم احیط بهم، اونها با بلای الهی احاطه کرده شدن. حالا اینها محاطن، بلای اینها را احاطه کرده. در این موقع چکار میکنن؟ دعوا الله مخلصین له الدین. ابو جهل بدبخت مشرکه، فریاد میزنن همه خدا را، در حالی که خالص میکنن برای خدا. فریاد را خالص میکنن برای خدا. الدین به معنی الدعا، فریاد را به اختصاص میدن و چنین با خدا قرارداد میبندن. الله در این موقع خطرناک و مشرک مکه کی را فریاد میزنن؟ دعوا الله، در حالی که مخلصین له الدین، و چنین عهد میکنن لئن انجیتنا من هذه، رب خدا قسم و پروردگار، لام لئن، این لام مقدمه قسم هست، یعنی الله تعالی میگه اینها دیگه قسم میخورم به والله، اگر تمہارا نجات دادی ربا از این مصیبت خطرناک، تو لنکونن من الشاکرین، ما حتما خواهیم شد از شکرگزاران درجه یک. ما شکرگزاری، ما دیگه سپاسگزاری، ما حق شناسی، یعنی موحد میشوی، غیر از تو دیگه سرا. اللہ تعالی میگه فلما انجاهم اذا هم، پس وقتی که خدا نجات میدادی مشرکین را، فوراً اینها بغاوت میکنند و سرکشی و تمرد میکنند در زمین، یبغون فی الارض، سرکشی میکنند بغیر الحق، بدون حق. چطور سرکشی میکنند؟ تفسیر جلالین مانا کرده ای به شرک
وقتی به خشکی می آیند این نظرها را، این تشکرها را از آستان باستان میکنند. این سرکشی آنها، فوراً آنها سرکشی میکنند در زمین به غیر حق. چطور؟ تفسیر جلالین کشیده به شرک با خدا دیگران را شریک میکنند. نظرها را، نیازها را برای آستانها باستانها میبرند. الله تعالی میفرماید انسانها انما بغیکم علی انفسکم، این شرارت شما، این سرکشی و بدبختی شما بر علیه شما تمام میشه. دریا که فشار من صدا میزنید، وقتی که میایید به خشکی نظرها را برای دیگران میدید، همه سپاسگزاری میکنید، میرید آستانها را سجده میکنید. عجب انسان هستی. فوراً اینها میان در برابر مجسمه ها تعظیم میکنن. الله تعالی میگه این سرکشی و تمرد شما بر علیه شما تمام میشه. متاع الحیات الدنیا، این متاع الحیات الدنیا معمول برای فعل محذوف. خذوا متاع الحیات الدنیا، بردارید سامان حیاتی دنیا را، تمتع کنید، بخورید، عشق کنید. یا انما بغیکم علی انفسکم فی متاع الحیات دنیا، در زندگی، در سامان زندگی دنیا. به نزع خافض اینو منسوب کردن. به هر حال شاه رفیع الدین رحمه الله میفرمایند که اینجا فعل محذوفه. خذوا متاع حیات دنیا، شما بردارید سامان حیاتی دنیای خود را، بخورید و بگردید 4 سبا که 2 مرتبه شما را من در دام بلاه میارم. ثم الینا مرجعکم، به بارگاه من ارجاع شما است. بعد اونجا من ننبئکم، شما را خبر خواهم کرد به آنچه که شما در دنیا میکنید. مشرک مکه بدبخت در دریا و سختی ها الله را صدا میزند و اینها صدای غیر الله به هیچ لحظه فراموش نمیشه. تزید من الدنیا، الله تعالی میگه به این دنیا مغرور هم نباشید که متاع حیات دنیا را من شما را گفتم بخورید، این چیز ارزشی نیست. انما مثل الحیات الدنیا، مثال زندگی دنیا مثل یک بارانی، من این نازل میکنم از آسمان و به ذریعه این آبهای آسمان توی هم میشن. فاختلطا یعنی لابلا میشن، مختلط میشن، کثیر و گنجان میشون گیاهای زمین. از اون گیاهایی که میخورن انسانها و انعام. بعضی گیاها را انسان هم میخورن، دامها هم میخورن. بعضی گیاها را انسان هم میخورن، حتی دامها نمیخورن. بعضی چیز هستن که انسان میخورن، دام نمیخورن. و بعضی هستن که دامها میخورن، انسان ها نمیخورن. الله سبحانه و تعالی میفرماید این حیات دنیا مثل همین بارانه و بهاره، دیگه دوام بیشتر در برابر قیامت ندارد. واقعا هیچ چیزی نیست. کل زندگی 60-70 سال و 60 سال ما تشبیه داده شده به یک بارانی و ثمره باران اون گیاه ها هستن. بعد از سوای دیگه هیچ خبری نیست. مما یاکل الناس والانعام، از اون بهارهایی که میخورن انسان ها و دامها، حتی اذا اخذت الارض، تا اینکه میگیرد زمین زخرفا، تزیین خود را. تزیینات زمین خیلی مزین میشه، هر جا سبز، شاداب، گل، فل. الله سبحانه و تعالی میگه زمین تزیین خود را خوب میگیرد، یعنی زمین خوب مزین میشود و زینت و زیبا می شود. زمین خوب زیبا می شود. این تفسیریه. و زینت تفسیر اخذت الارض زخرفها. زمین ذخایر زخرفها و زینتها و زیبایی های خود را می گیرد، یعنی و زینت زمین خیلی مزینه، سبز شادابه. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، فکر میکنن اهل زمین و مالکای زمین، اهل زمین فکر میکنن که اینها دیگر قادر بر این بهارن و استفاده این بهارن که ناگهان میآید برای این زمین زیبا حکم عذاب ما، لیلا در ساعت شب، آن نهارا یا در لحظات روز. پس ما میکنیم این زمین و این بهارش را حسیدن محسود، قلق و کمش میکنیم، درایش میکنیم. که علم تغنى بالامس، این عذاب آمد برای این بهار سبز، چنان این میسوزد و خشک میشد، از بین میرود که گویا این زیبایی بهار دیروز اصلا نبود.
دیروز یک بهار سرسبزیه، یک آفت آسمانی آمد، دیگه اینا دیگه چنان خوش میکنه که انسان بره جز چیزهای سیاه و خشک و از بین رفته و گاهی اینقدر بلا شدید میاره. الله تعالی میگه به عینی حضرت همین طوره، سبز و شادابه با یک جتکه لیل و نهار. سبحان الله، انسان کجا میره؟ تمام زندگی و آسایشش از بین رفته و دیگه هیچ چیزی باقی نمانده. اتاها امرنا لیلا و نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. گویا که این بهار نبوده دیروز نبوده، همینطور از بین میره. و حقیقت انسان همین یک دم بلا در ظرف یک ثانیه می آید تو انسان فکر میکنه دیگه دیروز اینجا این تشکیلاتی نبود. حالا که دیروز یک انسان صحیح سالم، امروز واقعا بلاهایی که برای این انسان میان هم همینطور ناگهانی هست، فوری و ناگهانی. چنان فوری عذابها میان و ناگهانی میان که دیگه انسان تعجب میکنه. سبحان الله، گویا که اون اقامه نداشته، این بهار وجودی نداشته دیروز. کذالک نفصل الآیات، به این طریقه، به این مثال های زیبا من آیات را تفصیلا بیان میکنم. شما از من آیات میخواید، آیات من هر روز در کره زمین میتونم. دیروز با صاحب نام بود، صاحب عزت بود، صاحب محراب و منبر بود، صاحب کشور بود. امروز هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. نه از کشور خبریه، نه از حضرت خبریه، نه از اون تشریفات خبریه. کأن تغن بالامسی. به این کیفیت الله تعالی میگه گرفت شما آمد، به عینی همینطور. شما سرسبزی شادابی، در ظرف یک دقیقه بعد دیگه این ماشین میلیونها تومان قیمت داشت، چه قیافه‌ای داشت، چه زیبایی داشت، حضرت خودش در چه زیبایی و در چه قیافه‌ای بود، دیگه هیچ خبری نیست. الله تعالی میگه این آیات، اگر آیات میخواهید برای هدایت، این آیات که من هر روز به شما نشان میدم در این کره خاکی. واقعا امروز هم همین طوره، ما نگاه میکنیم حالا با چه تشکیلات، با چه تشریفات، با چه ناز و نعمت انسان در ظرف یک دقیقه هم طول نمیکشه. باور کنید امروز انسان هایی که رخ میدهند هنوز بعد میآید و بعد کم کم از بین میره، لیکن بهار زندگی انسان در آن واحد از بین میره. نه دست سالم، نه پای سالم، نه چشم سالم، نه کمر سالم، خرد و خمیره. اگر موتش فوری آمد که ماشاءالله اون طرف بخشیده شد که خیلی خوب، لیکن اینجا که رنج بکشه سبحان الله چقدر سخته. جای انسان بشکنه، کمر انسان بشکنه، دست و پای انسان بشکنه. همین انسان در ظرف یک دقیقه خرد و خمیره. همین الله تعالی میگه سبحان الله کذالک نفصل الآیات. شما نشانی میخواهید، این نشانی اینطور من بیان میکنم تفسیر نشانات قدرت خود را لقوم یتفکرون، برای اون قومی که یک ذره تفکر دارن، فکر میکنن از این آیات باید درس عبرت بگیرن. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. این فرصتی هست خدا به دست من شما داده. فردا معلوم نیست که علم تغنی بالامس، خبر نیست که فردا الله سبحانه و تعالی دیگه چیکار میکنه. فرصت همینه. اگر تنها انسان بره در مسجدی، در گوشه خانه قرآن و تلاوت کنه هم نعمتیه. خب اینجا هم تلاوت است، هم فهم قرآن است، هم همینه. لقوم یتفکرون. این آیات را من تفصیلا بیان میکنم. بهار زندگی شما را من خوب تشریح کردم. واقعا امروز زود میآید بهار زندگی انسان چطور بهتون. این زندگی یک بهاریه، باید انسان دانا در این بهار استفاده بکنه، از این بهار استفاده کنه، نکنه بهار از بین میره. استفاده بهار چیه سرورا نگران من شما مرتکبیم اعمال جمع بکنیم. چه اعمالی بالاتر از فهم کلام خدا، از خواندن کلام خدا. مباهات میکنن به خدا. الله سبحانه و تعالی
جایی که 4 نفر جمع بشن و برای خدا فکر کنن و از خدا حرف بزنن، چه حرفی از خدا بزنن؟ همانطوری که خدا حرف زده. الله تعالی در ملأ اعلی افتخارات دارد، مباحات دارد. كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون. این آیات را تفصیلا ما بیان میکنیم برای قومایی که تفکر دارن، تدبر دارن. در بهار زندگی باید سرمایه را جمع کرد. والله یدعو الی دار السلام. پس دنیا دار زوال، دنیا چیه؟ دار زواله، هر لحظه زائله. اللہ تعالی شما را میخواهد به دار سلام. اللہ شما را دعوت به دار سلام جنت بری میکند. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ رهبری میکند هر کس را بخواهد به صراط مستقیم، آنکه ذریعه دار البقا میشه. اللہ راهنمایی در چی چیز میکند؟ در این قرآن عظیم و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خدا کی را میخواهد هدایت کند؟ کسی را که در طلب هدایت حرکت کند. اللہ تعالی اون انسان را به صراط مستقیم راهنمایی میکند، عنابت کند، از خود همت نشان بده و از خود یک حرکت نشان بده. اللہ تعالی اون را به صراط مستقیم هدایت میکند. للذین احسنوا، برای آنهایی که نیکی میکنند، یعنی توحید و ایمان را. این للذین احسنوا خبر مقدمه، الحسنى مبتدای مؤخره. برای آنهایی که صمیم قلب نیکی میکنند، یعنی موحدند، ایمان میاره، الحسنى جنت برینند. این مبتدای مؤخر، جزای حسنى هست یا خود حسنى جنت. و زیادت اضافه هم هست برای محسنین. اون زیادت چیه؟ دیدار الهی، کذا رواه مسلم مرفوعا. و زیادت اند الباز دیدار الهی است و اکثر میگوین که مطلق زیادتی مطرح است، لیکن بعضی میگن مراد از زیادت که برای محسنین هست و دیدار الهی. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. نمی توشاند چهره محسنین را سیاهی و نزلت و خاری. اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. برعکس والذین کسبوا السیئات، اونهایی که کسب سیئات میکنند، تفسیر جلاله معنی کرده سیئات را شرک، یعنی آنهایی که اعمال شرکی انجام میدن. جزاء سیئات بمثلها، جزای سیئه که آنها انجام میدن مثل آن سیئه است. جزای سیئه سیئه است، دیگه چیزی که نیست. و ترهقهم بالله، می پوشاند آنها را ذلت و خاری. ما لهم من الله من عاصم، نیست برای آنها از طرف خدا هیچ حفاظت از عذاب خدا. من الله من عذاب الله، من عاصم هیچ حفاظت کننده. نفی شفاعت کاری. مشرک همیشه فکر میکند که هر بلای بیاد من پارتی دارم جلوی عذاب خدا میگیرم. اللہ تعالی میگه نه، اینهایی که کسب سیئات میکنن نیست برای آنها از عذاب خدا هیچ حفاظت کننده ای. که انما اغشیت وجوههم، گویا که میپوشاند چهره آنها را یک قسمتی از شب، یک قسمت شب تاریک مظلما. اون هم یک قسمتی از شب تاریک مظلما صفت برای قطع. چنان گویا که در قسمت چهره آنها یک شب تاریکه، سیاه سیاهه. چون اونها خود کافرها چهرهشون خیلی بزرگ میشه، جسمشون خیلی بزرگ میشه، مثل شب سیاه چهره آنها به نظر میاد. سبحان الله. قطعا من اللیل مظلما، گویا که می پوشاند چهره آنها را یک قطعه تاریک از شب. مظلمان از اینجا ماند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها صاحبان جهنم همیشه میمانند. تخفیف اخروی. و یوم نحشرهم جمیعا، روزی که ما حشر میکنیم همه، مراد معبودین و عابدین، آنهایی که عبادت کرده میشن و آنهایی که عبادت میکنند، عابدین و معبودین را ما جمع میکنیم. سبحان الله. ثم نقول، باز اعلان میکنیم للذین اشرکوا، برای مشرکین، به مشرکین اعلان میکنیم مکانکم،
اشکنید مکانکم منصوب فعل اسم، شما لازم بگیرید جای خود را. انتم شما و شرکاؤکم و آنها را که در عبادت با من شریک تصور میکردید و آنها را میخواندید سجده میکردید، شما و شریکان شما جای خود را لازم بگیرید. خوب متوجه باشید سروران گرامی. فزینا بینهم، پس ما تدائی میاریم بین این شرک کنندگان و بین شریکان آنها میاریم. یک طرف عیسی ابن مریم هست، یک طرف عزیر، یهودی ها را میاری برای محاکمه. حالا اللہ تعالی میگه ما جدا میکنیم حضرت عیسی را، حضرت عزیر یک طرف. پس این حضرت عیسی و حضرت عزیر و دیگه انبیاء و اولیاء نیکان چی میگه؟ قال شرکاؤهم، میگه حضرت عیسی ابن مریم و حضرت عزیر و دیگر بندگان صالح که عبادت شده اند، ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را عبادت نکرده ای. سبحان الله. در سوره احقاف خواندیم و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا بعبادتهم کافرین. شما ما را نخوانده اید، شما برای ما نظر نداده اید، شما ما را نخوانده اید، عبادت همینه نه؟ شما ما را سجده نکرده اید، شما برای ما طواف نکرده اید، شما برای ما نذر و خیرات نداده اید. عبادت ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را عبادت نکرده اید. جای دیگه قرآن میگه بل کانوا یعبدون الجن و اکثرهم بهم مؤمنون، اینا جنها را عبادت کردن، اکثر جنها را تایید کردن. اینا عیسی ابن مریم گفته، شیطان گفته بله خوب میگی. اینا یا عزیر گفتن، شیطان گفته خوب میگی. شما ما را عبادت نکردید. شاهد کفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، اللہ برای گواهی بین ما و بین شما کافی است، دیگر گواهی ما نمی خواهیم. دیگر گواهی کفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. این مخفف من المسکن است. به تحقیق ما بوده ایم از عبادت شما به خبر، ما هیچ خبری نداشتیم که شما ما را خوانده و عیسی ابن مریم میلیون ها بار خواندم، من سجده کردم، من اینقدر نذر دادم، من اینقدر نیایش کردم. چی میگم؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، به تحقیق ما بوده ایم در دنیا از عبادت شما بے خبر، ما بے خبری، ما هیچ خبری نداریم. اللہ تعالی میگه هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، در این موقع امتحان میکند هر انسان اعمالی را که تقدیم کرده. اون اعمالی را که تقدیم کرده اینها را امتحان میکنه. او این عمل من صحیح بوده، باطل بوده، درست بوده، نادرست بوده، من اینقدر این پیرها را غوثها را صدا کردم، اوه این همه باطله، برای من شرک نوشتن. اونهایی که موحدن ماشاءالله ماشاءالله، همه خواندن ما، همه تکرار ما، همه نشستن ما برای ما خیر بوده. چیزهایی که ما فکر نمی کردی برای ما خیر بوده. الله سرمایه عظیمی برای ما اینجا هست که بنو امتحان آزمایش می کند هر انسان ما اسلفت را، که اون اعمالش نافع بوده، ضار بوده، شرک بوده، توحیدی شرکی بوده، توحیدی بوده، چطور بوده. هر انسان اعمال خود را اونجا دیگه امتحان می کند. و نتیجه ردوا الی الله، ارجاع داده می شوند به طرف عذاب خدا که مولای هم الحق، خدایی که مولای بر حق آنهاست، مالک بر حق آنهاست، ناصر و مددگار بر حق آنهاست.
الله و ضل عنهم ما كانوا یفترون و گم می شود از نصرت اینها اون چیزهایی که اینها افترا کرده بودند. یکی گفت عیسی ابن مریم پیشرو من است، یکی گفت حضرت علی پیشرو من است، یکی می گفت غوث اعظم پیشرو من است. این همه چیزهایی را که در دنیا در تصور خود داشتن که برای ما دستگیری میکنند و فلان میکنند، همه گم نیست. نه عیسی اینجا پیش رو میبینند، نه حضرت عزیری پیش رو میبینند، نه غوث اعظمی پیش رو میبینند. هیچ مشکل گشا و دادرسی برای خود نمیبینند. و در دنیا مشرک انواع و اقسام اعتقاد دارن یا ندارن؟ و ضل عنهم ما كانوا یفترون. بکرات این آیات را من شما بداری میخوانیم. این آیات الهی همین چیزه. امروز مردم چی چیزایی ساختن در ذهن خود؟ هر کسی برای خودش یک دافع البلای درست کرده یا نکرده. یکی خضر دافع البلا میدانه، یکی عزیر را، یکی عیسی ابن مریم را، یکی غوث اعظم را، یکی امامی را، یکی جدایی را. هر کسی برای خودش یک چیزی درست کرده و فکر میکند پردای قیامت من دارم. حالانکه وضل عنهم ما كانوا یفترون. قول بگوید دین هاست. دلیل توحید اصلی علی سبیل اعتراف من الخلق. الله تعالی میگه او مشرک مکه، تو خودت بگو کی تو را رزق میده؟ مشرک مکه این دلایل را قبول دارد. قل بگو ای پیغمبر من یرزقکم، چه کسی شما را رزق میداد او مردم مکه؟ من السماء، از آسمان، و الارض، از زمین. از آسمان و زمین که شما رزق میده. از آسمان باران نازل میکند و انواع و اقسام رزقها در زمین برای شما فراهم میشن. درسته؟ کیه شما را از آسمان و زمین رزق میداد؟ کیه که اختیار چشمه ها و گوشه ها، اختیار سمع و ابصار شما را دارد؟ بر قوای سامع و باطن شما مالکیت دارد. و کیه که اخراج میکند زنده را از مرده؟ ابراهیم زنده را از آذر مرده کی اخراج میکند؟ جوجه زنده و انسان زنده را از نطفه بیجان کی اخراج میکند؟ این بگید. و یخرج المیت من الحی، کیه که اخراج میکند میت را، کنعان مرده را، من الحی از نوح زنده، یا نطفه و تخم بیجان را از انسان و از مرغ جاندار. خلاصه و من یدبر الامر، کیه که تدبیر میکند تمام امور را. الف لام الامر به معنای استغراقیه. و تمام امور عالم را کی مدیریت میکند؟ از اینها سوال کن تو فوراً جواب خواهند داد که الله. الله است رازق ما، الله است مالک سمع و بصر ما، الله است مخرج الحی من المیت، الله است مخرج المیت من الحی. اینا فوراً جواب میدن که الله است. تو پس شما به اینها بگید افلا تتقون. وقتی اعتراف میکنید که الله است، پس چرا نمیترسید؟ چرا اجتناب نمیکنید از شرک فی العبودیت؟ اذا اعترفتم بالربوبیت، تفسیر مدارک عبارتش بسیار زیباه. چرا شما از شرک اجتناب نمی کنید؟ از شرک فی العبودیت اجتناب نمی کنید وقتی اعتراف به ربوبیت خدا هم دارید؟ خدا را خالق زمین و آسمان و ما بینهما میدانید، چرا فریاد میزنید دیگران را؟ چرا سجده میکنید دیگران را؟ چرا نذر میدهید و خیرات و نذور برای دیگران؟ وقتی شما اعتراف دارید به ربوبیت، چرا در عبودیت با خدا دیگران را شریک میکنید؟ افلا تتقون الشرک فی العبودیت اذا اعترفتم بالربوبیت. ثمره متفرع بردلی فذالکم الله ربکم الحق. ذالکم این کاف حرفیه در آخر اسم اشاره میاد. مانا اینه این رازق که این مالک سمع و بصر، این ذات که مخرج الحی من المیت، الله رب شما هست، الحق صادق، لا ما اشرکتم معه. یعنی که شما با خدا شریک میکنید در خاندان و در نیاش، مالک شما نیست، رب شما نیست، الله شما هم نیست. پس این ذات که این صفات را دارد الله هست،
اختیاردار شما بر حق، اختیاردار بر حق شما هست، اختیاردار بر حق شما هست. فماذا بعد الحق الا الضلال، پس نیست بعد از حق مگر ضلال و گمراهی. فانا تصرفون، کجا شما منصرف کرده میشین مردم از عبادت خدا به طرف عبادت غیر الله؟ کجا شما در بدرید؟ کجا شما آستان به آستانی؟ كذلك اكد كلمة ربك على الذين فسقوا، همچنین ثابت شده است کلمه عذاب کلمه ربت یعنی کلمه ازلی رب تو بر آنهایی که فاسقن یعنی سرکش و متمردن. ثابت شده کلمه رب تو بر آنهایی که فاسقن و سرکش و متمردن. بیان کلمه رب چیه؟ بیان کلمه رب اینه که انهم لا یؤمنون. بیان کلمه رب است انهم لا یؤمنون. این دیگه کلمه ثابت شده، کلمه رب، کلمه ازلی رب که اینها ایمان نمیارن. همینطور که ایمان نمیارن همینطور ثابت شده دیگه بر اینا. ثمره متفرع برداریده. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، آیا از اینهایی که شما با خدا در خواندن شریک میکنید، در سجده شریک میکنید، در خیرات و نذر با خدا شریک میکنید، از این شرکای شما کسی هست که مخلوق را در مرتبه اول خلق کرده باشه، یک چیزی را خلق کرده باشه؟ من یبدأ الخلق، ابتداء مخلوقی را خلق کرده باشه، ثم یعیده، بعد فنا کند و بعد اعاده کند. یعنی معبودان شما آیا کسی هست که یک چیزی را خلق کرده باشد و بعد از فنا اعاده کند؟ اینه که مشرک مکه اعتراف میکرد که غیر از خدا خالق هم نیست، غیر از خدا کشنده هم نیست و غیر از خدا اعاده کننده هم نیست. شما هم بگیره پیغمبر همانطوری که اعتقاد این است که الله یبدأ الخلق، اولا الله تعالی جهان را خلق کرده، فنا هم می کند الله، ثم یعیده، بعد از فنا دو مرتبه عود می دهد به دنیا، اعاده می کند به دنیا. فانا تؤفکون، بعد از این دلائل واضح کجا منصرف کرده می شوید از عبادت خدا به طرف عبادت بی جانا؟ آنهایی که خودشان جان ندارن، مخلوقن. فانا تؤفکون. قل، دیگه سوالی بگو بینا، هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا از این شریکانی که شما در عبادت با خدا شریک میکنید، از این شرکای شما کسانی هم هستن که راهنمایی به حق کنن؟ خب چیزی که خلق نکردن، فنا هم نمیتونن بکنن، اعاده هم نمیتونن بکنن. آیا کسی هست از این شرکای شما، هست از شرکای شما کسانی که یهدی الی الحق، به حق راهنمایی کنن؟ شما را بیان راهنمایی به حق کنن؟ بگو، سوال هم بکن، جواب هم بده که الله یهدی للحق، الله رهبری به حق می کند، پیغمبر و کتاب می فرستد، همه شما را رهبری به حق می کند. آیا پس کسی که هدایت به حق می کند حقدارتر است به اتباع، یا آنهایی که لا یهدی، خودشان هدایت نیستند، خودشان راه ندارند، الا ان یهدا، مگر به آنها راه داده شود؟ سبحان الله. اللهی که به ذریعه انبیا و قرآن همه جهان را رهبری می کند، حق دارد که اتباع بشود، از او اطاعت بشود، یا اون چیزی که خودش راهی ندارد، خودش محتاج به راه، که معبودان شما، شریکان شما باید دست اینها را بگیرید این طرف اون طرف ببرید. که حق داره به اطاعت؟ خود شما بگید. آنی که همه جهان را که الله باشد رهبری به حق می کند، قابل اتباع، یا کسی که خودش راهی ندارد، محتاج به راه. این معبودان شما همینطور خودش این از جا نمیتونه حرکت کنه، مگر باید این حرکتی بلند کنه جای دیگه بگذار. میتونه مگر کسی که اینها را بلند کنه در سر راه ببره توی خواب کنه جای دیگه؟ الله. آیا اون ذاتی که هدایت به حق می کند حقدارتر به اتباع است، یا اون کسی که هدایت نیست خودش؟ لا یهدی به معنی لا یهتدی، تا را در دال ادغام کرده لا یهدی شد، او خودش راه ندارد مگر اینکه به او راه داده شود. فما لکم،
چی شده شما را او مشرک مکه کیف تحکمون؟ شما چطور فیصله میکنید؟ توحید را ترک کرده اید و شرک میکنید و دنبال چیزهای افتاده اید که خودشان راه ندارن، خودشان قدرت راه ندارن، محتاجن که اینها را کسی راهنمایی بکنه. سبحان الله. واقعا این انسان وقتی که قبول نمی کند این دیگه چه جایی؟ این میره به چیزی متمسک میشه، متوسل میشه که از او ضعیفتر، از حال و مرده از انسان از حال است. نه چرا انسان ها دشمنان خود را میکشند که در زندگی برای آنها خطرن، بعد از مرگ دیگه خطرشون برطرفه. درسته یا نیست؟ تو همین الله سبحانه و تعالی میگه فما لکم کیف تحکمون؟ چه شده شما را در مذهب و دانش میکنید؟ چطور شما فیصله میکنید؟ توحید را ترک میدهید، شرک را انجام میدهید. الله تعالی میگه مشرک غیر از اتباع خیالات و تصورات و تخمین زدن دیگه هیچ دلیلی نداره. اتباع نمی کنن اکثر این مشرکان الا ظنا، مگر یک سری خیالات بافنده خودشان نیست. زن یعنی خیالات بی اصل. ان ظن یعنی خیالات بی اصل. لا یغنی من الحق شیئا، دفع نمی کنن از اثبات حق چیزی را، از اثبات حق چیزی را دور نمی کنن خیالات و تصورات. اینا فقط یک سری خیالات و گمانی تو ذهن خود جا دادن، اینا در زن از حق چیزی را دفع نمی کنند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. الله تعالی علیم به آنچه که اینها میکنند، یعنی به موقع اینها را مجازات میکنند. قرآن را اینها میگفتن پیغمبر افترا میکنند، یعنی پیغمبر علیه السلام این قرآن را از طرف خودش میسازه. الله تعالی دلیل ذکر می کند ما کان هذا القرآن یفترا من دون الله، نیست این قرآن ساخته شده از غیر الله، افترا شده ساخته شده از غیر الله نیست، لیکن این قرآن تصدیق کننده اون کتاب ها است که قبل از این قرآن بودند و تفصیل کتاب ها به معنی مکتوب و احکامات است. تفصیل از این کتاب، تفصیل الکتاب به معنی مکتوب احکامات، به معنی مکتوب احکامات ضروری است. تفسیر کننده احکامات مکتوب و ضروری هست. لا ریب فیه، شک نیست که این کتاب از جانب رب العالمین است. هیچ شک نیست که این کتاب از جانب رب العالمین است. تفسیری برای احکام مکتوب است. لیکن این بدبخت ها میگویند که افتراه بیان تفسیر ام به معنی بلکه این شومبخت های مکه میگن که محمد صلی الله علیه وسلم این قرآن را افترا کرده، خودش ساخته. قل بگو بینها اگر من ساختم شما هم مردید کتابی مثل قرآن بسازید و بیارید، اگر من ساختم شما هم بسازید. فاتو بصورت مثلی، بیارید شما یک سوره هم مثل این کتاب. شما نه تنها وادعوا من استطعتم من دون الله، بخوانید برای کمک خود کسانی که استطاعت آنها را، قدرت آنها را شما قائلید. استطاعتم من، شما استطاعت خواندن آنها را دارید یا معنی میکنید کسانی را که شما اعتقاد قدرت آنها را دارید غیر از خدا، آنها را هم بخوانید. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید که این قرآن تالیف و تصنیف من محمد است، اگر شما راست میگی که این قرآن را من درست میکنم، من میسازم، من تالیف میکنم، شما هم مردید. فاتو بی صورت مثلی. ابو جهل لو نشاء لقلنا مثل هذا، الله تعالی کو اراده بده هر چی نشسته نتونسته مثل قرآن کلامی درست کنه. هر چی فصحا اینها، بلغا اینها چی بگن؟ بیارید شما یک سوره مثل این قرآن و بخوانید آنهایی را که شما قائل قدرت آنها هستید غیر از خدا. اگر واقعا شما راست میگی که این تالیف من پیغمبر است، من این درست میکنم و به نام خدا تمامش میکنم. نه بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، در حقیقت این بدبخت‌ها تکذیب کردن اون کتابی را که احاطه به علم آن نکردن، به اعتبار صحیح و سقیم اصلا درک ندارن.
چیزی را تقسیم میکنن که لم یحیطوا بعلمه، علم او را احاطه نمیتوانند بکنن. ولما یاتهم تاویله، و نه آمده پیش آنها تأویل این کتاب. تأویل این کتاب یعنی نتیجه آخر. عذاب نه آمده، کتاب خبر عذاب میدهد، بلکه علت از اینها تکذیب کردن کتابی را که احاطه نکردن علم آن کتاب را. اور نه آمده علت اصلی کی وجه بے فکریه، نه آمده پیش آنها تأویل کتاب. تأویل کتاب یعنی چه؟ آخرین نتیجه نه آمده، عذاب نه آمده، اینقدر گردن خلوفتن. کذالک کذب الذین من قبلهم، مثل این اهل مکه تکذیب کردن اون قومهای متمرد قبل از اینها. نگاه کن که چه شد نتیجه ظالمین، نتیجه تکذیب کنندگان چه شد. من اینها را به اون نتیجه مواجه خواهم کرد. تخفیفه. همانطوری که اینها بدون دلیل و مدرک قرآن را تکذیب میکنن، ایشینی ها هم تکذیب کردن کتاب ها را. شما نگاه کنید چه شد عاقبت ظالمین و تکذیب کنندگان. و منهم من یؤمن به زجر، انجام بد از تمامی نیک، بعضی ها انجام نیک دارن. منهم بعضی از این انسان ها آنهایی هستند که ایمان به این کتاب دارن، صحابه، و بعضی آنها هستند که ایمان به این کتاب ندارن، انادن ایمان ندارن، ورنه دلیل واضح. و رب تو هم عالم از مفسدین، اونها که فساد میکنن قرآن را دیده دانسته قبول نمیکنن. رب تو آگاهی دارد، از مفسدین آگاهی دارد، چی از مصلحین آگاهی ندارد؟ یعنی همه را میداند. بعد از این دلائل اگر اینها هنوز تکذیب کردن شما را ای پیغمبر، به عنوان آخرین جواب اینها ابلاغ کن. اگر شما را بعد از این دلائل، اگر شما تکذیب کردن بعد از این دلائل، تو پس بگو به عنوان آخری جواب لی عملی، برای من پیغمبر عمل من، ولکم عملکم، برای شما اعمال شما، انتم بریون مما عملو، شما هم بری و بیزارید از آنچه که من عمل میکنم. من پیغمبر هم بیزارم مما تعملون، از آنچه که شما عمل میکنید. این آخرین جواب را به اینها ابلاغ کن. زجره. و منهم من یستمعون الیک، بعضی ها میشنون به طرف تلاوت شما، قرائت شما، لیکن اینها کرن، نمیتوانن تشخیص بدن. استماع میکنن لیکن کرن دل اینها. شما این کرها را نمیتوانید تفهیم کنید. و کرن میشنونید ولی میفهمد چی میگه، همین دهن حرکت میکنه، یعنی دل اینها کره پیغمبر. و منهم بعض از اینها کسانی هستند که استماع میکنن ظاهرا، لیکن اراده طلب حق ندارن. این چیزی یاد کنید. بعض از آنها کسانی هستند که استماع میکنن ظاهرا به جانب شما، لیکن اراده طلب حق ندارن. آیا شما میتوانید ای پیغمبر، افانت، آیا پس شما میتوانید اسماع کنید به اینها، بشنوانید اینها را؟ این که هم در قدرت شما نیست. ولو کانوا لا یعقلون، به خاطر عناد عقل هم ندارن. یعنی اگر فهم می بود از کوری نجات میکردن. گوش کنید، یک انسان کار، انسان حرف میزنه و اشاره هم میکنه، عقل چون داره تشخیص میده، درسته؟ یعنی الله تعالی میفرماید اینها هم کرن و هم عقل ندارن که از اشاره چیزی بفهمن. و انسان عاقل کر از اشاره بسیار چیزها را میفهمن، با یک اشاره از کجا تا کجا درک میکنن مطالب را. تو الله تعالی میگه اینها عقل هم ندارن، گوش هم ندارن، گوش دل ندارن. آیا شما میتوانید بشنوانید کرها را؟ اگر چه باشن این کرها لا یعقلون، عقل هم نداشته باشن. اگر عقلی میداشتن از اشاره چیزی درک میکردن. انسان های عاقل گوششون کار نمی کند، از اشاره بسیار چیزها را درک میکنن. و منهم بعض از اینها کسان هستند که نگاه میکنن ظاهرا به طرف شما، لیکن به خاطر عدم طلب حق کورند. افانت تهدی اليوم ولو کانوا
كانوا لا يبصرون. آیا شما میتوانید راهنمایی کنید کورها را اگر چه باشن اینها هیچی نبینن، هیچی نبینن، یعنی مهر خورده دل آنها. شما کورها را میتوانید راهنمایی کنید؟ نه، اینها کر کور هستن، صلاحیت را از دست دادن. ان الله لا یظلم الناس. هدایت قابلیت هدایت ندهد و مؤاخذه کند که ظلمه. قابلیت هدایت ندهد و مؤاخذه بکند این ظلمه. تو الله تعالی میگه که نه، من به اینها قابلیت هدایت چشم گوش قلب دادم، لیکن نه اینها از گوشها استفاده صحیح کردن، نه از چشمها و نه از عقل. الان صلاحیت اینها بر اثر عناد اینها و ضد اینها از اینها گرفته شده. زنگن بر دل اینها نشستن. لهم قلوب لا یفقهون بها. چرا؟ خود آنها گفتن قلوبنا فی اکنة مما تدعون ولهم اعین لا یبصرون بها. اینها با چشم بصارت نگاه نکردن، با گوش سما نکردن. بی خاطر الله تعالی کثیرا ناحق عذاب نمیداد. این علت لا یعقلون و لا یبصرون است. الله تعالی ظلم نمی کند بر انسانها که قابلیت هدایت ندهد و مؤاخذه کند، که قابلیت هدایت ندهد و مؤاخذه کند. این طور نیست. الله تعالی قابلیت هدایت داده، اینها استعمال نکرده اینها را. الله تعالی ظلم نمی کند بر انسانها. علت لا یعقلون لا یبصرون. ظلم اینه که قابلیت هدایت ندهد و مؤاخذه کند، که این چیز را خدا نمی کند. الله تعالی قابلیت هدایت داده، لیکن اینها از این اعضا یعنی از چشم و گوش و عقل کار نگرفتن، گمراه شدن. ولكن الناس انفسهم یظلمون. لیکن انسانها بر جانها خود ظلم می کنند که قابلیت موهوبه را ضایع می گردانند. قابلیت موهوبه را ضایع می کنند، از اون قابلیت عنایت شده استفاده نمی کنند. یوم یحشرهم جمیعا. روزی که الله تعالی حشر می کند همه انسان ها را. تخلیف اخرویه. چنان می دانند این انسان ها که گویا نماندند در دنیا مگر یک ساعته. روزی که الله تعالی انسان ها را حشر می کند یعلمون قبل از که لم یلبسوا بگی یعلمون، اونا چنان احساس میکنن که مکس نکردن در دنیا الا ساعت من النهار، مگر یک ساعت کی از روز. یتعارفون بینهم. انسان های مجرم و غیر مجرم یک دیگر را میشناسند. یتعارفون بینهم، یک دیگر را شناسایی هم میکنن. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. واقع خسارہ کردون انسانی که تکذیب کرده ملاقات الله را، یعنی اعتقاد قیامت ندارد. و ما کانوا مهتدین. این انسان ها اصلا به راه نزدیک نیستند. و منکر قیامت خاسر ابدیه، او هرگز به صراط مستقیم متوجه نمیشه. اون انسانی که قیامت را انکار کرد او در خسارت ابدی افتاد. خاسر دانهایی که تکذیب کرده ملاقات رب را و نیستند اونها یک ذره در دنیا راه یافته. و اما نرینک بعض الذین نعدهم. تخلیق دنیوی. اگر ما به شما نشان بدیم ای پیغمبر بعضی از اون عذاب هایی که وعده میدی این مشرکین را، یا برای شما موت بیاریم قبل از عذاب آنها، به هر حال فالینا مرجعون، به بارگاه من بازگشته هم است. ثم الله شهید علی ما یفعلون. ثم برای تراخی نیست، الله تعالی گواه است بر آنچه که اینها انجام داده‌اند. الله حاضر ناظر ناراحت نباشید. چه در حیات من اینها را بعضی عذاب بدم، در حیات شما چه شما را از دنیا ببرم، به هر حال اینها به بارگاه من خدا می آیم. الینا مرجعهم. در هر حال مرجع اینها به طرف ما هست. و بعد الله تعالی بر تمام اعمال اینها حاضر و ناظر است. الله تعالی مشاهده می کند اینها الان چه کار می کنند، تکذیب می کنند یا نمی کنند. ولکل امت رسول. سزای امت الله سبحانه و تعالی میگه ما هیچ کسی را بدون
آگاهی هم عذاب ندادیم. هر امت یک پیام رسانی داشته، ما به او پیام دادیم. ولکل امت رسول، برای هر امت یک رسول عظیم و شان پیام رسانی بوده. پس وقتی که آمده رسول آن امت ها فیصله شده به آنها بکست. اول الله تعالی میگه به ذریعه رسول من قوم ها را اطلاع کردم، وقتی قبول نکردن دیگه فیصله به قولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. الله تعالی میگه ببین این انسان هایی که من عذاب دادم اینها بار بار از خدا عذاب خواستن، به جای هدایت عذاب خواستن. اینها یقولون میگه این انسان های متمرد و سرکش چه زمان این وعده عذاب است؟ اگر شما راست میگید ای انبیا، اگر شما راست میگید چرا واقع نمی کنید؟ واقع کنید عذاب را. قول بگو به این نادانها که عذاب از شما میخوان. من که مالک نیستم برای نفس خودم ضرر دادن را و نه نفع دادن را. من مالک نفع و ضرر هیچ نیستم الا ماشاءالله، مگر آنچه خدا بخواهد میشود. الا منقطع، لیکن آنچه خدا بخواهد قائنون. ما شاء الله قائنون، آنچه خدا بخواهد از نفع و ضرر او واقع می شود، او ثابت می شود. لکل امت اجل. خب وقتی شما عذاب از من میخواید، مگر چی عذاب اختیار منه؟ او تاریخ عذاب هر قوم تعیین شده هست، او به موقع میاد، در همون تاریخ میاد، عقب و جلو نمیشه. برای هر امتی یک تاریخ معینی برای عذاب است. وقتی بیاد تاریخ معین عذاب آنها یعذبون و یهلکون، اونها وقتی بیاد تاریخ معین آنها تو عذاب داده میشند و هلاک کرده میشند. فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک لحظه از اون تاریخ معین مؤخر هم نمیشند و یک لحظه هم مقدم نمیشند. هر امتی و هر قومی تاریخ عذابش مشخصه. پس وقتی که در اون تاریخ مشخص یعذبون و یهلکون فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک ساعت عرفی نه، ببخشید یک ساعتین که الان به دست ما 60 دقیقه نه، ساعت من لحظه، یک لحظه اینها مؤخر نمیشن و یک لحظه هم مقدم عذاب داده نمیشن. تاریخ تکمیل بشه دیگه عذاب هم میآید. قول بگوید پیغمبر علیه السلام زجر با تخفیف دنیوی. خود شما ای مردم مکه خبر بدید ان اتاکم عذابه بیاتا و نهارا، اگر بیاید برای شما ای اهل مکه عذاب خدا در ساعات شب او نهارن یا در ساعات روز بیاید، ماذا یستعجل منه المجرمین، عذاب چی چیزی هست که مجرم برایش عجله دارن؟ عذاب چیه؟ ماذا چی چیزی هست عذاب یستعجل منه المجرمون، عجله دارن برای اون عذاب مجرمان؟ عجیب انسانی. عذاب چیه که شما برای عذاب عجله دارید؟ خود شما قبول دارید. ثم اذا ما وقامنتم به، ببینید این ثم بر آمنتم داخله، من همونجا معنیش میکنم. آیا هنگامی که واقع بشود عذاب بعد شما ایمان میارید به عذاب؟ عجیب انسانی. عذاب قبول دارید. هنگامی که عذاب بیاید واقع بشود ثم آمنتم بهی، شما ایمان میارید به عذاب، الان عذاب را باور ندارید. ایضا ثم را میارم روی آمنتم معنی میکنم، در اینجا ببینید در از ثم آمنتم اذا ما وقع، وقتی که واقع بشود عذاب ثم آمنتم بهی، شما ایمان به عذاب میارید. آنجا دیگه اعلان میشد آنا اکنون ایمان میارید فرعون وقد کنتم بهی تستعجلون، حالا که بودی شما برای این عذاب خیلی عجله داشتید، الان ایمان میارید. اون وقت اینطور گفته میشود ثم آمنتم بهی، پس برای تذلیل مجرمین یقال گفته میشود آنا اکنون ایمان میاری حضرت وقد کنتم بهی، حالا که بودید شما به این عذاب تستعجلون عجله داشتید، شما عجله داشتید برای این عذاب. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اعلان میشود
برای آنهایی که ظالم بودند، یعنی حق خدا را ضایع کردن، مشرک و کافر، بچشید شما عذاب خلد را، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، شما جزا داده نمیشید مگر به مقابل کسبهایی که کرده اید. یستنبئونک حق هو، این باز زجر با تخفیف اخروی، سوال میکنه از شما، یستنبئونک سوال میکنن از شما ای پیغمبر، از غایت تعجب و انکار، مشرکی میگن از غایت تعجب و انکار از شما سوال میکنن، احق هو، آیا عذاب حق است؟ عذاب میاد در دنیا و آخرت؟ قل بگو بینها ای بله، و ربی به پروردگار هم قسم میخورم که انه لحق، عذاب دنیا و آخرت حق است. هم در دنیا خدا عذاب میداد قوم‌های متمرد را، هم در آخرت عذاب میداد. از مرگ شروع میشه عذاب، یک قسمت از توی همین زندگی عذاب گرزه ها میخورن تا به برزخ میرن، همینطور میرن تا قیامت. سوال میکنن جواب میشه از غایت تعجب و انکار، از شما سوال میکنن احق هو، آیا عذاب حق است؟ بگو بینا ای بله بله، و ربی به پروردگار قسم میخورم که انه لحق و ما انتم بمعجزین. وقتی عذاب الهی بیاد شما هم خدا را نمیتوانید عاجز کنید، از جلوی عذاب الهی فرار کنید، متواری بشید، این هم قدرت را ندارید و نیست شما عاجز کنید که از جلوی عذاب فرار کنید و خدا عاجز بشه شما را نتونه دستگیر کنه. ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، اگر برای هر نفس باشد آن چیزی که این نفس ظلم کرده، برای هر نفس ظالم باشد آن چی که در زمین هست، اینقدر عذاب قیامت سخته، این نفس ظالم ماثر همه را خیرات کنه و بدیم و خود خلاص کنه. فرزنه ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض، اگر می بود برای هر نفس ظالم ما فی الارض تمام، تو حاضر بود که فدیه بدهد آنها را و خود را نجات بدهد، لیکن ما فی الارض نه که یک قرانی هم ندارد. و اصر الندامت لما رأوا العذاب، این مجرمین ندامت مجرمین مخمی میکنن ندامت و پشیمانی را وقتی میبینن عذاب را. او مجرم وقتی عذاب را میبینن دیگه پشیمانی را در دل خود مضمر میکنن. اثر رو معنیش اینه. یک معنی دیگر اثر رو یعنی ظاهر کردن، ظاهر میکنن پشیمانی را وقتی که میبینن عذاب را، هر دو معنی کردن. اثر رو مخفی میکنن ندامت را، او یا ظاهر میکنن ندامت را قولا و فعلا وقتی میبینن اونا عذاب را، او فیصله میشد بین آنها به قسط و عدل و هم لا یظلمون، یک ذره بر آنها ظلم نمیشه، حسنات آنها حساب نشه، سیئات آنها مضاعف بشه، هیچ ظلمی نمیشه. الا ان لله ما فی السماوات والارض، دلیل توحید عقلی اول و تردید شرک پہلی. خبردار به تحقیق به خدا اختصاص دارن آنچه که در آسمان ها و زمین خلقن و ملکن و عبیدن. الا ان وعد الله حق، وعدای الهی هم حقا ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر نمیدانند. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون، اون الله تعالی جان میدهد به همه جانداران و جان میگیرد از همه جانداران و به بارگاه خدا شما ارجاع داده میشید. یا ایها الناس، تعریف قرآن عظیم و شان که ای مردم از این قرآن هادی و شافی شفا حاصل کنید، هدایت حاصل کنید، از این پند بسیار عظیم پند بگیرید، از طرف خود حلال و حرام درست نکنید. او مردم قد جاءتکم موعظة من ربکم، آمده پیش شما نصیحت نامه از جانب رب. موعظه اون سخنان را میگویند که در قلب انسان نرمی پیدا کنند و انسان را آگاهی بدهند. ای مردم قد جاءتکم موعظة من ربکم، موعظه از جانب رب شما آمده است و شفاء لما فی الصدور. ای مردم آمده پیش شما شفا لما فی الصدور، نسخه شفا برای اون مریضی هایی که در سینه ها قرار دارند، مریضی کفر، شرک، حسد، کینه، بغض، اینا تمام مرضهای دلن. قرآن شفاء لما فی الصدور آمده،
هدایت نامه آمده است، رحمت برای مؤمنین آمده. قرآن را موعظه گفت، شفا، هدن، رحمت. اکنون این فضل الله است و رحمت الله است. او حاملان قرآن خوشحال باشید. قل بفضل الله و برحمته، بگو پیغمبر به فضل خدا قرآن و رحمت خدا این حاملان قرآن بنازن، فلیفرحوا، فبذالک، به این فضل و رحمت خدا فلیفرحوا، باید خوشحال باشند. هو خیر مما یجمعون، این قرآن بهتره از آنچه که این انسان ها جمع کردن، هزاران درجه بهتره. خیر و سیغه اسم تفصیله، چون ما قبل گفت یا ایها الناس، ضمیر یجمعون به همه انسان خبر. این قرآن فضل خداست، رحمت خداست. او حاملان قرآن هو بنازی، احساس سرفرازی بکنید، احساس غرور داشته باشید، بگید که فضل خدا و رحمت خدا قرآن عظیم و شان هست. پس به این فضل و رحمت الهی باید حاملان قرآن بنازند، اصحاب صفه بنازند. این فضل خدا و رحمت خدا چون یک چیزه، ضمیر را مفرد آورد که از موعظه، از شفا، از هدن، از رحمت، از فضل الله، از رحمت الله، همه مراد قرآن است. این قرآن هزاران درجه بهتر است از تمام اون امکاناتی که تمام انسان ها جمع میکنند. قرآن فضل خدا و رحمت خدا، چقدر نعمت بزرگی الله تعالی داده انسان ها به شما. اونها که حامل این قرآن باید بنازند. هر اون طالب قرآن و هر اون حافظ و حامل قرآن که احساس ناداری بکند، اون نعمت حرامی از نعمتهای عظیم الله تعالی. بزرگترین نعمت الله تعالی میگه فضل من است و رحمت من که قرآن عظیم الشان. این موعظه هست، شفا هست، لما فی الصدور هدن و رحمت است. این فضل الله و رحمت الله هست. از تمام امکاناتی که مردم دارند و جمع کردن، تمام مردم ضمیر یجمعون به ناس برمیگردن. این بهتر است. قل بگو پیغمبر ارایتم ما انزل الله لکم من رزق، شما خودتان خبر بدهید از آن چیزهایی که خدا نازل کرده برای شما از رزق. پس شما قرار دادید بعضی از اون رزقها را حلال و بعضی ها را حرام. شطور الله تعالی پیدا کرده، یک شطور حلال کردی، یکی را حرام کردی. الله اذن لکم، آیا خدا به شما اجازه داده حلال و حرام کنی؟ اما الله تفترون، یا بر خدا دروغ میبندی؟ لہذا از طرف خود حق نداری حلال و حرام درست کنی. قول بگو پیغمبر خبر بدهید شما از آن چیزهایی که الله تعالی نازل کرده برای نفع شما از رزق، پس شما قرار دادی بعضی از آنها را بلا دلیل حرام و بعضی ها را حلال. قول بگو بین های پیغمبر الله اذن لکم، آیا الله به شما اجازه داده حلال و حرام کنید؟ اما الله تفترون، یا بر خدا افترا میکنید. خب خدا که اجازه نداده پس افترا میکنید، چرا از طرف خود میسازید حلال و حرام؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، چه گمانی دارند آنها که افترا میکنند بر خدا دروغ را در قیامت؟ چه گمانی دارند که با آنها چه خواهد شد؟ اونا چه گمانی دارند که افترا میکنند بر خدا دروغ روز قیامت؟ چه گمانی دارند که با آنها چی میشود؟ به اشد عذاب مجازات میشه. چیه گمان آنها که از طرف خدا رزق داده و حلال و حرام میکنه، یکی را حلال دیگری را حرام. نه خدا چنین دستوری داده، اینها افترا الله میکنه. خدا که دستور نداده. صاحبه بحیره هام وسیله هذیان آمون حرمت ظهورها ان الله لذو فضل علی الناس. وقتی اینها که حلال و حرام درست کردن، خدا چرا گردنشون قطع نمی کنی؟ الله تعالی می فرماید این فضل من مهلت میدم.
ان الله بتحقیق اللہ تعالی صاحب فضل بر انسانات به آنها مهلت میدهد، لیکن اکثر مردم شکرگزاری نمیکنند، قدر شناسی نمیکنند، اصلا از این مهلت سوء استفاده میکنند، به جای که باید پند بگیرند و موعظه بگیرند از این قرآن که موعظه هست و شفا لما فی الصدور هست. اکثر انسان ها لا یشکرون، سپاسگزاری نمیکنند از الله سبحانه و تعالی، پند نمیگیرند. ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه من قرآن. الله تعالی میفرماید آنهایی که با کتاب منن، آنهایی که با ذکر منن، آنهایی که با قرآن منن، من هم آنها را میدانم، آنهایی که انحراف میکنن هم میدانم. علم کامل من بر همه هست، لحظه به موقع به هر کسی جزا میدم. شما قرار نمیگیرید پیغمبر در هیچ کاری از کارهای دنیا، و شما تلاوت نمی کنید از این کلام و شفا من قرآن بیان است. شما تلاوت نمی کنید هیچ قرائتی را، او خصوصا اختصاص شما نیست پیغمبر، شما تمام انسان ها عمل نمی کنید هیچ عملی را، الا کنا علیکم شهودا، مگر من الله حاضر و ناظر بر اعمال شما هستم. الا مگر کنا هستی ما بر شما شهود، حاضر و ناظر، هنگامی که شما وارد میشوید در آن عمل، آن عمل تلاوت قرآن باشد، آن عمل کار دیگر باشد، هر کاری شما انجام بدید من خدا حاضر و ناظرم، من نگاه میکنم شما چه کار میکنید. الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی، وقت شما داخل میشوید در آن عمل، فیه در آن عمل، تلاوت باشد غیر تلاوت باشد، هر کاری باشد، هنگامی که شما وارد میشید تو این کار الله تعالی نگاه میکند. الا کنا علیکم شهودا، ما بر شما گواهیم هنگامی شما وارد توی آن عمل میشوید. فی زیرش بنویسید عمل. و ما یعظم عن ربک، تخصیص شما انسان آنه، همه ذرات از خدا غایب نیستن، تمام میکروب ها، تمام حشرات، همه را الله تعالی میداند. تخصیص شما انسان ها نیست. و ما یعظم عن ربک، مخفی نمی شود، غایب نمی شود از رب تو، مثقال یک ذره، نه در زمین نه در آسمان، نه کوچکتر از اون ذره و نه بزرگتر از اون ذره، الا فی کتاب مبین، مگر در کتاب مبین است، یعنی در کلام الله، در علم الله، در کتاب مبین، در لوح محفوظ است. همه ذرات آسمان ها و زمین، اصغر از ذرات، اکبر از ذرات، همه اینها در کتاب مبینن، یعنی در لوح محفوظن، در علم الهی. بشارت الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این دیگه تگها خیلی میخوانن، خبردار اولیاء الله خوفی نیست بر آنها و نه آنها محزون و مغموم میشن برای دیگران. اولیاء الهی هیچ خوفی ندارن و مغموم هم نمیشن در قیامت. اولیاء الهی کیا هستن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء الله کسانی هستند که ایمان صحیح دارن و قدم به قدم تقوا دارن. کانو یتقون، اولین درجه تقوا، از کفر و شرک اجتناب میکنن. دو، عوام درجه دو تقوا، اوامر را انجام میده، امتثال به اوامر میکنن، اجتناب از معاصی میکنن. درجه سه، کاملا به خدا متوجهن، تبطل تبدیلا، از کفر و شرک ترک کردن، اوامر را انجام دادن، نواهی اجتناب میکنن، لحاظا و کاملا به خدا متوجه. هر سه درجه تقوا اینها اولیاء الهی. اون کسی که کفر و شرک ترک میکند او اوامر را انجام میده، از مناهی اجتناب میکنه، معاصی هم درجه تقوا است. اولین درجه تقوا ترک کفر و شرک است. اونی که شرک میکند و اونی که کفر میکند اون ولی خدا نیست.
لهم البشرا فی الحیات دنیا، برای آنها خوشخبری ها هست در حیات دنیا. خوشخبری ها را یک معنیش اینه که خوابهای صالح خودش میبینه یا دیگران برایش میبینن، این یک تفسیره. لیکن خوشخبری جنت در دنیا هم برای آنها هست. به مؤمن خدا خوشخبری نداده؟ تو رویای صالح خودش ببینه یا دیگران ببینه هم بشرا گفته شده. برای آنها بشرا هست، رویای صالح هست از امام بخاری در حیات دنیا و در آخرت. لیکن ما اینجا بشرا را معنی بکنیم که خوشخبری بهشت در دنیا و آخرت برای آنها هست. لا تبدیل لکلمات الله، اصلا تبدیل کننده برای وعده های الهی نیست. خدا وعده کرده به متقین جنت میداد. ذالک هو الفوز العظیم، این کامیابی بزرگ است. تسلی برای پیغمبر، لا یحزنک قولهم، مغموم نکند شما را پیغمبر سخنان اینها. شما را ساحر، کاهن، جادوگر میگویند، حرفای اینا شما را مغموم نکند. چرا؟ که عزت و ذلت در دست اینها نیست. اینها نعوذ بالله با ساحر گفتن، با جادوگر با ساحر گفتن، کاهن گفتن، کاذب گفتن، مفتری گفتن، میخواهند شما را اهانت کنند، نعوذ بالله شما را بی عزت کنند. شما را شاعر میگن، شما را کاهن میگن، شما را مفتری میگن. اینا میخوان شما را بی عزت کنند، کور خواندن. عزت در قبض قدرت الله. کسی را خدا عزیز کند، کسی عزیز خدا را ذلیل نمیتونه بکنه. لا یحزنک قولهم ان العزة لله جمیعا. چرا؟ عزت به خدا عزوجل اختصاص دارد. هو السمیع العلیم، فریاد کنندگان را میشنود، علیم به احوال آنها است. الا خبردار، ان لله دلیل توحید نهم، خبردار ان لله ما فی السماوات و من فی الارض، به خدا اختصاص دارند تمام انس و جنی که در آسمان هستند و تمام انس و جنی که در زمین هستند. اتباع نمی کنند اکثر آنهایی که میخوانند غیر از خدا شرکا را اتباع نمی کنند. اتباع نمی کنند. الذین یدعون هم یدعون من دون الله شرکا. ببینید یدعون مفعولش محذوفه و این شرکا مفعول یتبعو هست. حالا معنی میکنم، اتباع نمی کنن آنهایی که میخوانند شرکا را غیر از الله. اینها اتباع شرکا نمی کنن. اون شرکا مفعول برای یتبعو، مفعول یدعون شرکا محذوفه. معنی میکنن دو مرتبه، اتباع نمیکنن آنهایی که میخوانند شریکان را غیر از الله. اینها اتباع نمیکنن شریکها را، پس کی را اتباع میکنن؟ الله تعالی میگه این یتبعون، در اصل اتباع نمیکنن در عقیده الا الظن، مگر خیالات بی اصل را، خیالات را اتباع میکنن و نیستن اینها مگر تخمین میزنن. خیال آمده که مولای متقیان دستگیری میکنن و صدا میزنن، تخمین میزنن، دربار بادشاه بدون وسیله نمیشه. تخمینه دیگه، درستی چیزی دیگه کی نیست. اینا اتباع نمیکنن مگر خیالات بی اصل را، بی نتیجه را، و نیستن اینها مگر تخمین میزنن. میگه بابا به دربار رفتن وسیله میخواد فلانه، این تخمینه و چیزی نیست، قرآن که نگفته. دلیل توحید عقلی هو الذی جعل لكم الليل، الله تعالی اون ذات عظیم است شما را گفته من صدا بزنید که قرار داده برای شما شب را تا که آرام بگیرید در آن، روز را بینا کرده که کسب و کار کنید. ان فی ذلک الآیات، در تمام این نظام لیل و نهار دلایل بیشمار است لقوم‌هایی که یسمعون، میشنوند این همه مضامین توحیدی را. اونایی که مضامین توحید را میشنوند آنها استفاده میکنند. قال اتخذ الله ولدا. حالا شکایت از انسان ها، این انسان ها میگه الله تعالی انتخاب کرده ولد. انتخاب ولد یعنی انتخاب ولد برای خودش انتخاب کرده. یکی میگه عیسی ولد انتخاب شده الله است، یکی عزیر میگه نائب الله است. سبحانه. جواب اول
پاک است الله تعالی از این که ولد یا ابن برای خودش انتخاب بکند و اتخاذ کند. الله تعالی نیازی ندارد به انتخاب ولد، نیازی ندارد به اتخاذ ولد. سبحانه الله تعالی پاک است از انتخاب ولد و اتخاذ ولد. هو الغنی، او بی نیاز است، نه نیازی به ولد دارد، نه نیازی به اتخاذ ولد دارد، نه خودش نیاز دارد که برایش بچه باشد و نه بچه دیگران را برای خود ولد انتخاب می کند. او غنی است از ولد و از انتخاب ولد. چرا؟ له ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا اختصاص دارند تمام اون مخلوقاتی که در آسمان ها و در زمینان، خلقن ملکن عبیدن، همه مخلوقن، همه مملوکن، همه عبیدن، همه مطیعن. اللہ تعالی چه نیازی دارد که عیسی ابن مریم انتخاب بکند؟ تمام ما فی السماوات از خدا اطاعت میکنند، تمام ما فی الارض گوش به فرمان خدا است. کسی ولد انتخاب میکند که از عهده کارهای کوچک کوچک بر نیاید. ما فی السماوات و ما فی الارض غلام حلقه به گوش خدا هست، همه از خدا اطاعت میکنند. له ما فی السماوات و ما فی الارض، بارها گفتیم خلقن ملکن عبیدن، همه غلام حلقه به گوش خدا هستند، از خدا اطاعت میکنند. دیگر لازمی نیست که الله تعالی یکی را نائب بکند تا آنها را اداره کند. ان عندکم من سلطان، نیست نزد شما هیچ دلیلی برای این مطلب که خدا ولد انتخاب کرده. شما گفتید بی ایمان ها خدا کجا ولد انتخاب کرده، کجا ولد اتخاذ کرده؟ هیچ دلیلی برای این مطلب ندارید، نه عقلی نه نقلی. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، میگید بر خدا چیزی که نمیدانید. زاجر با تخفیف اخروی. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اونها که افترا میکنن بر خدا دروغ هرگز رستگار نمیشن. متاع فی الدنیا، اونها رستگار نمیشن. این همه خورد و نوش، این همه امکانات، تجهیزات نظامی، اینها چیه؟ الله تعالی میگه اونها که دروغ افترا میکنن رستگار نیستن. این تجارت خانه های بزرگ، این حکومت های بزرگ برای آنها چطور رستگار نیستن؟ بوش میگه رستگار ترین انسان منم که اقتدار بزرگی، این همه امکانات در قبضه قدرت من است. الله تعالی میگه این دنیا متاع قلیل و حقیر مگر رستگاریه. لهم متاع، التنوین متاع برای تقلیل و تحقیره، برای نه یک سامان مختصر که در حیات دنیا است. باز به بارگاه ما مرجع آنها است. باز ما میچشانیم اینها را عذاب شدید به مقابل کفر. چه فایده؟ الله تعالی گو رستگار نیست، حقیقت اینه یک سامان مختصر حقیر و کلیلی برای آنها است. به بارگاه ما میآیند، باز ما اونها را عذاب شدید به مقابل کفر میچشانیم. این کامیابیه؟ ها؟ صبح تا ظهر نان و کباب و رباب، از بعد از ظهر دیگه زیر چوبه ها تا ابدالآباد. اینهی با کافر همین مسئله میشه. صبح تا ظهر الله تعالی کباب و رباب میده، بعد از ظهر زیر چوبه ها، برای همیشه توی عذاب ها. این کامیابیه؟ ها قرآن عجیب کتاب زیباییه. برای آنها سامان مختصر کلیل و حقیر است در دنیا. باز بارگاه ما مرجع آنها است، با آنها میچشانیم عذاب شدید به مقابل کفر آنها. تخفیف دنیای متعلق با لا یحزنک، این قصه نیست، این تخفیف دنیا. اینجا فرمود لا یحزنک قول، ای پیغمبر حرفهای این مشرکی شما را مغموم نکنند. چرا؟ این نسبت های ناروا را به شما میدن که شما را بی عزت کنن، کور خواندن. ان العزت لله جمیعا. خبر نوح علیه السلام را بخوان بر اینها. 950 سال آنها به زعم خود حضرت نوح را اهانت کردند. چشمها را در برابر نوح علیه السلام بستند، گوشها را بستند. حضرت نوح علیه السلام را به انواع شکنجه ها به زعم خود شکنجه دادند، لیکن عزت از آن نوح شد و آنها را من به درک واصل کردم. این اهل مکه را بگو ادب بگیرید از قوم نوح.
آنها هم نظام خود حضرت نور ساحر، کاهن، جادوگر، دیوانه، مجنون و زدوچر همه این نسبت ها را دادن، لیکن کامیابی در آخر مال کی شد؟ مال نوح علیه السلام. همه را من استیصال کردم و گذاشتم، نه تنها در دنیا، فردای قیامت پر همیشه توی عذاب نگاه می‌دارم. خدا نجات بدهد. بخوان برترین ها خبر نورا هنگامی که گو به قوم خود یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری. سبحان الله. ای قوم اگر گرانه بر شما قیام من و نصیحت من به آیات الهی، فعل الله توکلت، من فقط بر خدا اعتماد کردم. فاجمعوا امرکم، تمام کارهای خود را اجماعی کنید بر علیه من و شریکان خود را هم بیارید. شرکاکم و تو شرکاکم فعل محذوفه منصوب به فعل محذوف، و بیاری شریکان خود را. باز بر علیه من کار شما هم مخفی نباشد، علنا هر غلطی نکردید نسبت به من انجام بدهید، و نباشد کار شما بر شما مخفی پوشیده هم نباشد. ثم مقضوا الیه، هر چی که میخواهید با من انجام بدهید، ولا تنظرونی، من مهلت هم ندهید. اینا عاجز بودن حضرت نوح علیه السلام، زنده می بردن تو چاه، باز حضرت نوح الله تعالی بیار بیرون. گفت هر قدرتی که داری بر علیه من اعمال کنید اگر میتونید. چیکار میخواید بکنید؟ سبحان الله، یک نبی میگه ثم مقضوا الیه ولا تنظرون، هر چی میخواهید با من انجام بدید و من اصلا مهلت ندهید. و هیچ کاری هم نمیتونستم با نوح بکنم، هر کاری که بر علیه نوح تصمیم بگرفتم بر علیه آنها تمام میشه. از به اصطلاح نابود کردن نوح علیه السلام عاجز بود، نمیتونست. فإن تولیتم، نفی تام، اگر شما اعراض کنید از دعوت توحید و رسالت و انکار قیامت کنید، من که از شما اجری نمیخواهم. من که مگه حقوق من قطع میشه؟ شما ناراض بشید، از من اعراض کنید، دعوت من را نپذیرید، مگه حقوق من قطع میشه؟ من که از شما حقوق نمیخوام. این اجری الا علی الله، نیست اجر من مگر به عهده خدا. من این همه واعظ و تبلیغ را مجانی میتونم. و امرت، ملا صاحب ملاحظه میکنن مقتدی ها را، از مقتدی ها حقوقی که نداره چرا ملاحظه بکنه؟ ها؟ هیچ حقوقی که ندارد ملاحظه میکنه، برای چی؟ اون ملا ملاحظه بکند که حقوقش قطع میشه. من که حقوقی نمیخوام، من از شما حقوق نمیخوام که از شما دیگه توقعی داشته باشم. نیست حقوق من مگر به خدا، و من مامورم که انا کون من المسلمین، اعتقاد عملا تسلیم باشم. خلاصه فکذبوه، ماضی استمراری، استمرارا تکذیب کردن با وجود این موعظه بلیغا نوح علیه السلام را. پس نتیجتا ما نجات دادیم نوح را، ثمره انابت کنندگان و کسانی را که با نوح علیه السلام همراه بودند، یعنی صحابه نوح را در کشتی، و کردیم اینها را جانشین انسان ها. همین را ما جانشین کردیم. 3 پسر نوح علیه السلام در دنیا جانشین شدند، تمام انسان ها رفتن. او غرق ثمره مکذبین، او غرق کردیم الذین کذبوا بآیاتنا، آنها که آیات ما را تکذیب کردند. نگاه کن کیف کان عاقبت المنذرین، چه شد نتیجه قوم هایی که از عذاب خدا آگاه کرده می شدند. نتیجه آنها چه شد؟ منذرین، آگاه شدگان از عذاب خدا. نتیجه شون چه شد؟ نوح علیه السلام 950 سال آنها را آگاهی داد، لیکن آنها آگاه نشدند. عاقبت المنذرین چه شد؟ اون قوم هایی که از عذاب خدا آگاهی داده می شدن. قصه مجملا امم ماضیه. ثم بعثنا من بعدی، بعد از این قوم نوح ما مبعوث کردیم بعد از نوح پیغمبران زیادی به طرف قوم هایشون، عاد، ثمود، این قوم های متمرد، پیغمبرهای مثل هود، صالح، دیگه انبیاء علیه السلام. ما مبعوث کردیم بعد از نوح پیغمبرانی را به طرف قوم های آنها. این پیغمبرها آمدن پیش اون قوم ها بالبینات، پس نبودن فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، نبودن قوم ها ایمان بیارن به آن چیزی که اون به آن حق و حقیقتی. مراد از ما حق و حقیقت
که تکذیب کرده بودن حقیقت را قبل از پیغمبرها، یعنی بر همان تکذیب خود باقی ماندن. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین تعلیلی است، کاف تعلیلیه. بی این انکار و تکذیب حق مهر میزنیم بر دل تجاوزگران، آنهایی که از حدود انسانی تجاوز میکنند، دل آنها را ما مهر میزنیم. ثم بعثنا من بعدهم، بعد از این انبیا باز ما مبعوث کردیم موسی و هارون را به طرف فرعون و سران فرعون، به آیاتنا فاستکبروا اونها بدون علم و تدبر و تفحص استکبار کردند و کانوا قوم مجرمین. فرعون با تمام سرانش جرایم پیش بودند. فلما جاءهم الحق من عندنا، وقتی آمد پیش این قومهای متمرد و سرکش حق از جانب ما، تو آنها حق را سحر مبین گفتند. اسما پیغمبر ناراحت نباشید، طول تاریخ حق را اینها سحر گفتند، انبیا را حق آوران را ساحر گفتند. فاستکبروا و کانوا قوم مجرمین. پس وقتی که آمدن پیش این قومهای متمرد حق معجزه و نبوتها از جانب ما، قالوا گفتن اون بدبختان ان هذا لسحر مبین، این حق یعنی این همه معجزات و این همه دعوت یک سحر مبین و آشکار هست. قال موسی اتقولون للحق، آیا شما به حق میگید که پیش شما آمده است که انه لسحر؟ ببینید اینجا قبل از سحر هذا انه لسحر جلاله مخدم. موسی علیه السلام به فرعون گفت آیا شما میگویید حق را که انه لسحر، این سحر است؟ از سحر هذا، این معجزه، این عصا، این یده بیضا، این سحر است؟ مقول اتقولون معذوفه، آیا شما میگید به حق وقتی پیش شما آمده که انه لسحر، از سحرون هذا، این حق سحره؟ ولا یفلح الساحرون، حالان که رستگار نمیشون ساحرها وقتی در برابر حق قرار بگیرن، در برابر معجزه قرار بگیرن، اونها به هیچ عنوان کامیاب نمیشن. هر وقتی که دعوای نبوت و در برابر حق کنند، در اظهار خوارق اونها رستگار نمیشن. فرعون چی گفتن؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه، ای موسی تو آمده پیش ما که ما را منصرف کنی آن آیینی که مادی بر آن آیین و مذهب پدران خود را، و تو آمدی که تکون لکم الکبریا، برای شما بزرگی باشد در زمین، این همه بزرگان قوم را بزنید کنار، بزرگی از آن شما باشد. و ما نیستیم برای دوتایی شما مؤمن، شما را تصدیق نمی کنید، نه تو را نه برادر تو را. شما آمدید از اون مذهب و آیینی که پدران خود را برای مذهب و آیین ما را منصرف کنید و آقایی در زمین مال شما باشد. ما هرگز شما را تصدیق نمی. و قال فرعون اتونی بكل ساحر علیم، تدبیر فرعونی. فرعون دستور داد بیارید به هر ساحر دانا را. وقتی آمدن سحرا به موسی علیه السلام گفتن، قال له موسی بعد از پیشنهاد آنها موسی را گفتن شما بیاندازی، اما بعد از پیشنهاد آنها حضرت فرمود که موسی کلیم که القمان تم بیاندازید آنچه که شما میخواهید بیاندازید و سحر نشان بدهید. فلما القوا، وقتی انداختن ریسمانهای خود را و چوبهای خود را، حضرت فرمود ما دیتم بسر، آنچه شما ارائه دادید اینجا دوگر است. ان الله سیبتله، القریب الله تعالی اینها را از بین میبرد. سیبتله را حضرت معنا میکنند در هم برهم میکند اینها را، القریب الله تعالی اینها را در هم برهم میکند. الا ان الله لا یصلح عمل المفسدین، الله تعالی به مقصد نمیرساند اعمال فاسدین را، اعمال فاسدین و مفسدین را به مقصد نمیرساند وقتی اینها در برابر حق بیایند. و یحق الله الحق بکلماته، الله تعالی ثابت میکند حق را با وعده‌های خودش. ولو کره المجرمون، اگرچه مجرم‌ها بسیار ناپسند بدارند، برای مجرم‌ها اگرچه گران تمام بشه حق را خدا ثابت میکند. یحب الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. فما آمن لموسی الا ذریة من قومه الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم.
بر موسی علیه السلام فقط تعداد نوجوان همراه شده بودند. پیرها که در دستگاه حکومتی خدمت انجام میدادند، نوکری میکردند، رفتگری میکردند و به اصطلاح وزیری و چاکری میکردند، اونها که دستگاهی بودند. لیکن جوانهای خونگرمی با موسی همراه شدند، لیکن از فرعون هم خیلی میترسید. جوانهای خونگرمی با حضرت موسی علیه السلام تسلیم شدند، پیرها که نوکری میکردند برای فرعون. لیکن این جوانها هم بسیار میترسیده، بیمم جانی بود، بچه های معصوم سر بریده بود. تعداد جوانی که به بهانه نجات کرده بودن و از استعمار فرعون هم جوان همیشه کار میکن. الله تعالی میفرماید ایمان نآوردن برای موسی مگر ذریت من قومی، نوجوانانی از قوم فرعون. حالا من قومی زمین رو فرعون برگردانید. یک معنیش همینه، تعدادی از اون قبطی ها جوانها هم به موسی علیه السلام ایمان، یا من قومی از قوم خود موسی علیه السلام. پس ایمان نآورده بودن برای موسی علیه السلام مگر ذریاتی از قوم موسی. و جلاله معنی کرده مگر ذریاتی من قوم فرعون، از قوم فرعون. کمی از قوم فرعون ایمان آورده بودند. آن هم علی خوف من فرعون و ملئه، بسیار خوف داشتن از فرعون و سران فرعون و حکام فرعون. خیلی هم میترسیدن بیچاره ها که ما را دیگه فرعون مجازات میکشه و ما را فرعون اعدام میکنه. فرعون خطرناک جانی بود. با خوفی که از فرعون هم با خوفی که از فرعون و حکام فرعون داشتند که در فتنه میانداز آنها را. ان فرعون لعال فی الارض، فرعون بسیار سرکش و متمرد بود در زمین. انه لمن المسرفین، او بسیار مسرف سرکش و متمرد بود، از مسرفین بود، از حد انسانیت رفته بود بالاتر و خود را رب جا زده بود. انا ربکم اعلی. حضرت موسی این جوانهایی که از قوم خودش یا از قوم فرعون ایمان آورده بودن تلقین صبر داد. قال موسی یا قوم، گفت موسی شاگردان خوب من، ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان به الله دارید فعلیه توکلوا، فقط بر خدا اعتماد کنید. ان کنتم مسلمون، اگر شما مسلمانید واقعا بر خدا اعتماد کنید. فقالوا، گفت شاگردان رشید موسی علی الله توکلنا، بر خدا اعتماد داریم. ربنا لا تجعلنا فتنة. و تربیت یافتگان نبوت کی رسیدا میزنن؟ ها، تربیت یافتگان نبوت موحدن، خدا را فریاد میزنن. حضرت فرمود او شاگردای خوب فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین، همه گفتن الله توکلنا، بر خدا اعتماد داریم. ربا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، قرار نده ما را آزمایشی برای قومهای ظالم، یعنی ما را زیر شکنجه آنها نبر و ما را هلاک کنن، بعد اونها برباد میشون و صالحین را اگر هلاک کنن برباد میشن دیگه. نی تو ما را یک امتحانی قرار نده برای قومهای ظالم. و نجنا برحمتک من القوم الکافرین، نجات بده ربا ما را بر لطف و رحمت های خودت از قوم کافر. خود موسی را که چی نمیتونستن بکنن، چنان میترسیدن که نفس آنها گرفته میشد. لیکن پیروان انبیاء را در طول تاریخ عذاب دادن، شکنجه دادن. و نجنا برحمتک من القوم الکافرین، ربا با لطف خودت ما را از پنجه ظالم ها نجات بده. الله تعالی به موسی علیه السلام هارون گفت قوم خود را جمع کنید، یک قسمت شهر. اونجا دیگه معلوم میشه شهرداری فرعون زیاد گرفت و گیر نداشت. باور کنید، شما نگاه کنید، الله تعالی میگه شما برای بنی اسرائیل خانه بسازید یک طرف و توی خانه ها خدا را عبادت کنید. عبادتگاه که نمیگذاره مسجدی درست کنید. تو معلوم میشه که شهرداری فرعون زیاد سختگیری نمیکرد.
همه بنی اسرائیل در یک قسمت جمع شدن و برای خود خانه ساختن. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ ما وحی کردیم به طرف موسی و برادرش که ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، بسازید برای قوم خود در مصر، از مصر نرید، در همین مصر بسازید بیوتن، خانه. این خانه ها را هم به عبادتگاه قرار بدهید. وجعلوا بیوتکم قبلة، قرار بدهید خانه های خود را عبادتگاه و قبله. و اقیموا الصلاة، نماز اونجا برپا کنید. علاج نجات. و بشر المؤمنین، و پیغمبر هم بشارت بده این مؤمنان که ملک مصر هم شما را میدم، ملک مصر هم شما را میدم، بشارتشون هم بده. محرمانه سر نماز بخوانید و دعوت و تبلیغ و در خانه ها بگذارید، عبادتگاه نمی گذارید. حضرت موسی علیه السلام سخنرانی کرد، بشارت داد. قال موسی ربنا انک آتیت فرعون، ربا تو دادی فرعون را و ملأه سرانش را زینتن، یعنی سلطنت حکومت، و اموالا انواع و اقسام مالها در حیات دنیا. ربا تو دادی لیضلوا عن سبیلک، از راه تو گمراه کنن. بعد دعایی میخواد بکنه، میگه تو دادی، زینت دادی، اموال دادی که گمراه کنه از راه تو. ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم، طمس کن مالهای اینها را، تمام طلا و نقرای آنها خاک شدن، خاکستر شدن. و سخت کن خدا دوم تباهی جان بر دلها اینها ایمان نیارن ظاهرا و منافقا، تا ببینن عذاب علیم را. حضرت موسی علیه السلام را کردن و بر پیروان موسی ظلم را روا دانستن. حضرت موسی این دعا را کرد. ما هم از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که ربا تو فرعون ما را، یعنی بوش همکاران بوش را، فرعون و ملأه، خدا تو بوش را با همکاران و سران او دادی حکومت، او دادی انواع و اقسام اموال تا بندگان تو را از راه تو گمراه کنند. ربا بر اموال اینها طمس بیار و بر دل اینها سختی تا ایمان نیارن ظاهرا و منافقان، تا ببینن عذاب علیم را. ظاهرا ایمان اظهار کنن میمانن. اللہ تعالی فرمود کد اجیبت دعوتکما، اجابت شد دعای شما دو تا برادر. حضرت موسی دعا کرد، هارون علیہ السلام آمین کرد. حضرت موسی چی کرد؟ دعا. حضرت هارون علیہ السلام آمین گفت شما دعا کنندگان و آمین کنندگان دعای شما قبول شد. قد اجیبت دعوتکما، در واقع که تنها حضرت موسی داره دعا میکنه، معلوم شد که هارون علیه السلام همونجا آمین آمین میکند. الله تعالی گفت قد اجیبت دعوتکما، دعای شما پذیرفته شده است، لحاظا تا اجرای حکم خدا باید صبر کنید. فاستقیما، شما هر دعایی بکنید تمام دعای شما قبوله، لیکن 40 سال عذاب تکمیل بشه خدا عذاب کنید. دعوت شما پذیرفته شده، لذا ثابت قدم یعنی مضبوط باشید در تبلیغ. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اتباع نکنید راه اونایی که نمیدانند، بی عقل و بی فهمند، راه بی عقلها و بی فهمها را نبرید. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. و جاوزنا، خدا آخر کار نتیجه کار ما گذرانیدیم بنی اسرائیل از دریای سرخ و دنبال کردن بنی اسرائیل را فرعون و لشکرش بغیان به خاطر سرکشی و عدوان به خاطر دشمنی، به خاطر سرکشی و دشمنی دنبال کردن. حتی اذا ادرکه الغرق، وقتی گرفت فرعون را غرق که دریای سرخ، گفت آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنی اسرائیل، من ایمان دارم که الهی غیر از اللهی که به آن الله ایمان آورده بنی اسرائیل دیگه اصلا وجود ندارد. من که غلط کردم که گفتم من ربم و انا من المسلمین، من تسلیم. جبرائیل فرمود الان
که نافرمانی کرده قبلا و کنت من المفسدین. اما نافرمانی و فساد الانی ما رفت فرعون توی دریا غرق شد. بنی اسرائیل ترسو گفتن بابا گوش نمرده هنوز زنده. بابا مرد. میگن نه 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 این کجا میمیره؟ 400 سال بادشاهی و فلیومنو نجی که به بدنه که امروز ما میاندازیم بدن نجس تو را از دریا بیرون، حتی لایق نیستی که تو را ماهی های پاک من بخورن. نلقی که به بدنه که علال ارضه، تا که باشی تو برای آنها که پشت سر تو یک نشانی و عبرته. و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. بسیاری از انسان ها از آیات ما کاملا غافلن. ما اینطور قدرت نمایی کردیم. بوش الان سبق نمیگیرد از فرعون، میگه من اتم دارم، من نمیدانم چه کار دارم. الله با اتم را پودر خواهد کرد، تاریخ عذابش برا برسه. دعای شما قبوله، ضربش را کاری میخوره. شما دعا کنید دعا قبوله. هر که بگه دعا قبول نیست ایمان به خدا ندارد. چرا الله تعالی گفته شما دعا کنید من قبول میکنم، لیکن تاریخ عذاب باید تکمیل بشه. روز عذاب گوش برا برسه. لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. لیکن فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. این دو تا رمز هم باید با ما باشد. خود را هم شک نکنیم، هم قیافه نکنیم، دنبال این بیمان ها نرویم، ترک بدهیم، نخلو و نترک من یترک بکنیم. الله تعالی دعا قبول می کند. ثابت قدم بمانید و اتباع نکنید راه آنهایی را که نمیدانند. بر جاده مستقیم حرکت کنید، دعوت، تبلیغ، ارشاد، جهاد، اینا را ادامه بدهید. گوش نابود است. ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون. بسیاری از انسانها از آیات ما کاملا غافلان، اصلا فکر نمی کنند که ما برای چی اینجا آمده ایم. ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق. ما جا دادیم به بنی اسرائیل مزود بعد از غرق فرعون جایگاه بسیار صادق، اور رزق دادیم آنها را از طیبات. مصر هم دادیم، شام هم دادیم. این مبوا صدق است، جایگاه بسیار تمیز، از هر حیثیت تمیز بودن. کاخهای فرعون را و امکانات فرعون را هم بینها دادم و بعد از 40 سال شام هم بینها دادم اور رزق دادیم اینها را از انواع و اقسام طیبات. اختلاف مگر با این همه اختلاف نکردند، حتی که آمد پیشانها علم حقیقی به ذریعه انبیاء که آمد که اختلاف. از زمان موسی اختلاف شروع کردن، بعد اختلاف کردن با صالحین. ان ربک یقضی بینهم. رب تو فیصله میکنه بین آنها روز قیامت در آن مسائلی که بودن، در آن مسائل با هم اختلاف میکردن. بعد از تخفیف دنیوی فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. اگر شما شکی دارید از آن چه ما نازل میکنیم به جانب شما سوال کنید ای پیغمبر از آنهایی که میخوانند کتاب تورات و انجیل را قبل از شما. حق پیش شما آمد از جانب رب، پس نباشه شما از ممتری. تو پیغمبر علیه السلام از هیچ که سوال نکرد، شک و تردیدی هم نداشت. این به خاطر ما الله تعالی گوید اینطور حق میزه. اگر شما در شکی هستید، یعنی کفار را که پیغمبر علیه السلام نداشت، الله تعالی به پیغمبر میگه اگر شما شک دارید و سوال کنید، یعنی شک کاکین در کتاب برید تورات انجیل را سوال کنید. قرآن مطابق تورات و انجیل است. تورات و انجیل را یک خلق عظیم هزاران ساله که قبول کردن، کتاب خدا میدانند، پس تورات و انجیل این کتاب خدا را تصدیق میکنند. سوال کنید آنهایی را که میخوانند کتاب را که از شما آمده پیش شما حق از جانب رب شما، پس نباشید شما شک کنندگان اور نباشید از آنهایی که تکذیب کردن آیات الهی را، پس شما میشوید از خاسرین. تسلی و رفقه ان الذين حقت عليهم كلمه ربك فلا يؤمنون. آنهایی که ثابت شده بر آنها کلمه رب تو، یعنی در اصل خدا برای آنها شومی نوشته، لا یؤمنون، اونها ایمان نمیارند. شما چرا ناراحت میشید؟
اگر بیاد پیشان هر نشانی حتی که ببینه عذاب علیم را مثل فرعون باز هم ایمان نمیاره. الله تعالی میگه مگه من کم نشانی دادم؟ ید بیضا عصای موسی دریای شگاف شده و راه شده، این همه دلایل قدرت بوده، فرعون ایمان نآورد. اگر این محل مکه معجزه میخوانه، معجزه مفترا هر آیه بیاد حقت علیهم کلمت ربک فلا لا یؤمنون. تسلی برای کسانی که ثابت شده بر آنها کلمه ازلی رب تو، کلمه ازلی رب تو، اینا ایمان نمیارن. یعنی ثابت شده که اینا تو جهنم میرن، بس میرن تو جهنم بخاطر اینات. ولا جاءتهم كل آیت تر وزاد قدیم. اگر چه بیاد پیش اینها هر نشانی حتی که عذاب علیم را هم ببینه، اینا ایمان نمیارن. خیلی ضدی اینا، انادشون زیاده. ولو جاءتهم كل آیت، اگر بیاد برای انسان هر نوع نشانی که آنها بگن باز هم ببینه، حتی که ببینه عذاب علیم را ایمان نمیارن. چنانچه که گذشتگان هم ایمان نآوردن. الله تعالی میگه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. این لولا را به معنای نفی میکنی، فهمیدی یا نه؟ و لولا به معنای نفی است مجازان. نبوده هیچ قریه مهلکه که ایمان بیارد، یعنی اهل قریه، پس ایمان به اون نفعی بدهد غیر از قوم یونس. هر قومی که عذاب آمده ایمان آوردن، ایمان برای آنها سودی نداشت. قوم یونس وقتی دیدن عذاب را ایمان آورده، ایمان برای آنها سود کرد. در مقابل یونس خودش رفت تو شکم ماهی باز داشت. بعد الله تعالی حضرت یونس نجات داد، آمد قوم را تبلیغ و ارشاد کرد. پس ایمان آورده هیچ قریه‌ای، فلولا کانت نبوده هیچ قریه‌ای مهلکه، یعنی اهل قریه، اهل شهری که ایمان بیارن، پس نفع بدهد به اون اهل قریه ایمان موقع عذاب غیر از قوم یونس. وقتی آنها ایمان آوردن، دور کردم از سر آنها عذاب خزی، رسوا کننده در حیات دنیا و بهره دادم آنها را تا یک مدتی. در مقابل یونس بازداشت کردم علیه السلام. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض. اگر رب تو میخواست جبران ایمان این قوم ها را تو مجبور میکرد الله تعالی آنها را برای ایمان، پس ایمان میآورد من فی الارض کلهم جميعا. لیکن قضای الهی چنین تقاضا جبران الله تعالی ایمان نمیخواد، ورنه در آن بعد همه را مسلمان میکرد و میگذاشت. پس چیزی که جبر در کار نیست، اختیاره. اونها که اختیارن ایمان نمیاره، باشه بگردن برد که جهنم. اگر میخواست رب تو جبران ایمان این انسان ها را، البته تمام من فی الارض ایمان میآورن در آن واحد. افانت تو وقتی خدا جبر نمیخواد، تو چرا جبر میخوای؟ آیا تو اکرام میکنی مردم را که باشه مؤمن؟ تو هم باید مثل خدا باش، دعوت بده بگذار. کی با اختیار خودش ایمان قبول میکند، کی نمیکند؟ آیا پس تو اکرام کنی مردم را که باشن مؤمن؟ و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. امکان ندارد در هیچ نفسی که ایمان بیارد مگر به حکم و مشیت خدا. اگر خدا بخواد ایمان بیارد، و خدا ایمان چه کسی را میخواد که او انابت و طلب ایمان بکند. و قرار میداد الله تعالی رجس و شرک و کفر و پلیدی را علی الذین لا یعقلون، بر آنهایی که این دلائل را تدبر نمی کنند. این همه دلائل حسی معنوی را، آیات تشریعی و تکوینی را تدبر نمی کنند، رجس شرک را خدا بر آنها می چسبانه دیگه. قرار میداد رجس شرک را بر آنهایی که اینها عقل دلائل نمی کنند. زجر بر اناد کفار. بگوی پیغمبر انظروا ماذا فی السماوات والارض، نگاه کن آن چیزهایی را که در آسمان ها هستند و در زمین، تا که از این ادله عقلیه حق را بفهمند. بگو پیغمبران مردم تدبر کنید آن چیزهایی را که در آسمان و زمینند و از این ادله عقلیه حق را بفهمید. و ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. دفع نمی کنن آیات تکوینی و تشریعی و نذر، انذار کنه
کنندگان هیچ چیزی را از اون قومی که ایمان ندارن انادن. این آیات، این پیغمبرها هیچ چیزی از بلای خدا را هم دفع نمی کنن. فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم، اینا انتظار نمی کشن مگر مثل اون روزهایی که واقعات کسانی را که خلو من قبلهم، ایام به معنی واقعات، از ایام واقعات هستن. اینها منتظر روزهای فرعونن. شما فرعون رو چه انتظار کشید که عذاب بیاید؟ بگو اینها انتظار نمی کشن این انسان ها مگر مثل اون روزهای کسانی که گذشتن قبل از این. پس بگو بینها انتظار بکشید مغلوبیت من را که من هم با شما از انتظار کشان هستم. من انتظار بدبختی شما را، شما انتظار مغلوبی من را بکشید. بعد الله تعالی میگوید بعد از این حرفان نجات میدیم ما پیغمبران خود را او کسانی را که ایمان آوردن. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. این ثم تعقیب فکریه. بعد از این حرفا ما نجات دادیم پیغمبران خود را، او کسانی را که ایمان آورده بودن با پیغمبران ما. همچنین حق است یعنی لازم است بر ما که نجات بدهیم مؤمنین را، یعنی امت محمد را. همچنین حقا علینا، حق واجب لازم بر ما که نجات بدهیم مؤمنین را. این سنت مستمر ما هست. حق با باطل تقابل آخر حق پیروز باطل نابوده برای همیشه. چند سبای باطل میخورد میگه. در پایان دعوای سورت ثالثا تفصیلا 3 مرتبه این دعوا را در ابتدای سوره اجمالا بعد کمی تفصیل بود، الان تفصیل دعوای سوره ثالثا تفصیلا. یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر شما در یک شک قرار دارید از آیین من محمد، آیین من در 2 جمله خلاصه هست. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، من پرستش نمی کنم جانی مالی زبانی اون کسانی را که شما پرستش میکنید جانی مالی غیر از خدا. فرق دین من شما این، اونهایی را که شما عبادت میکنی جانی مالی زبانی غیر از خدا، من اونها را عبادت نمی کنم. تو کی را عبادت میکنی؟ من عبادت میکنم جانی مالی اللهی را که یتوفاکم، جان شما را میگیرد. من اون خدایی را عبادت میکنم که تک تک شما را خفه میکنم. خدای من چنان مقتدره جان شما را میگیره. خدای من اینقدر مقتدره، معبود من اینقدر مقتدره. سبحان الله، من اون ذات قدرتمندی را عبادت میکنم جانی مالی زبانی که یتوفاکم، شما را میکشه. معبود من اینقدر مقتدره و شما هیچ توانایی با معبود من نداری. و من ماموریت داده شدم که باشم از مؤمنین فقط یقین کنم. او به من گفته شده و قیل لی ان اقم وجهک للدین حنیفا، تسلیم کن چهره مبارک را برای دین توحید، در حالی که حنیف باشی، یک طرف باشی از تمام ادیان باطل، و هرگز هم نباشی پیغمبر از شرک کنندگان. او گفته شده برای من که لا تدعو من دون الله، نخوانی غیر از الله ما اون معبودهایی را که لا ینفعک بهت نفعی نمیرسانند در صورت خواندن، ولا یضرک بهت هم ضرری نمیرسانند در صورت نخواندن. اگر این کار را کردی فین فعلت، اگر این کار را انجام دادی یعنی ما لا ینفعک و ما لا یضرک را خواندی، فانک اذن تنوین شوز مضافله است. پس شما در این زمان که ما لا ینفعک و لا یضرک را خواندی من الظالمین، شما از ظالمین میشید. شما در لیست ظالمین یعنی مشرکین و کافرین قرار میگیرید.
ببینید ما لا ینفعک ولا یضرک را نخوانی نهیه نخوانه پیغمبر غیر از الله. اون کسانی را که بهت نفعی نمیرسانند ضرری نمیرسانند. من بارها به شما عرض کردم هر کس خدا را میخواند برای جلب منفعت و دفع مضرت، نه هر که هم غیر خدا را میخواند دو هدف دارد، یا جلب منفعت یا دفع مضرت. حالانکه غیر خدا نه دافع البلا هست نه جالب المنفعت. هدف خواندن ها همینه، درسته یا نه؟ موحد که خدا را میخواند دو هدف دارد، یا جلب منفعت یا دفع مضرت. مشرک که غیر خدا را میخواند هم دو هدف دارد، یا جلب منفعت یا دفع مضرت. الله تعالی میگه غیر از خدا دیگه نافع و ضرری نیست. نخوانی غیر از خدا آنهایی را که بهت نفع نمیرسانند و به ضرر هم نمیرسانند. اگر این کار را کردی به فرض محال، فإن فعلت، اگر این کار را کردی یعنی ما لا ینفعک و ما لا یضرک را خواندی، پس به تحقیق شما اذن هم تنوین شود مضافله اذا دعوت ما لا ینفعک ولا یضرک من الظالمین، تو از ظالمین میشوی، از آنها که حق طلب کردن. و ظالم به چی کسی میگن؟ که صاحب حق ندهد، درسته؟ تو از ظالمین میشی یعنی از آنها میشی که حق من خدا را ندادی. حق من خدا بود که منو بخوانی، نخواندی. باز توضیح این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر ضرری وارد کند به شما ای پیغمبر الله، تو ضرر را دور کننده غیر از الله دیگه کسی هم نیست. ضرر رسان و کاشف ضر کیه؟ این یمسسک الله بضر، اگر برساند به شما الله ضرری را ای پیغمبر، فلا کاشف له، دور کننده ضرری وجود ندارد غیر از الله. الا هو، مگر الله است که کاشف ضر ہے. و اگر اراده خیری بکند با شما الله تعالی، فلا راد لفضله، رد کننده هم برای فضل خدا نیست. میرساند این فضل خود را الله تعالی به هر کس که بخواد از بندگان. هو الغفور الرحیم، او بسیار بخشنده و مهربان است. قل بگو پیغمبر علیه السلام یا ایها الناس، او مردم، قد جاءکم الحق من ربکم، حق قرآن از جانب رب شما آمده است، رسول از جانب رب شما آمده است، حق و حقیقت آمده. هر کس راه هدایت را ببرد به سود خودش است. فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه، هر که راه هدایت را ببرد فانما یهتدی لنفسه، و من ضل، هر که راه گمراهی را ببرد فانما یضل علیها، او بر علیه خود اون نفس تمام میشه. مشخصه جاده حق هم آمده، جاده باطل، هر کدام را هر که ببره برای خودش است. هدایت را ببره هم برای خودش است، ضرر را ببره هم بر علیه خودش است. و ما انا علیکم بوکیل، او مردم، من وکیل دفاع شما نیستم، من نمیتوانم برای شما دفاع کنم. و ما انا علیکم بوکیل، تو وکیل دفاع ما نیستی، چیکار میکنی؟ الله تعالی میگه بگو، این اعلان را بکن، حق آمده. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل، بگو من وکیل دفاع شما نیستم. و دیگه دلیل و واتبع ما یوحی الیک، او پیغمبر اتباع کن ما یوحی الیک را. در اینجا گفتن ایت به قرآن غیر هذا و بدل هونی، حالا الله تعالی میگه اتباع میکنی ما یوحی الیک را، او صبر میکنی بر ایذا و تکالیفینا، هر نسبت ناروایی که به شما دادن. اتباع ما یوحی و صبر، این دو وظیفه کامیابی شما. حتی یحکم الله، تا خدا فیصله کن. غالبیت و مغلوبیت به اختیار خدا است. اتباع ما یوحی میکنی و صبر هم میکنی، حتی یحکم الله، تا خدا فیصله کند. و هو خیر الحاکمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.